چشماتو باز میکنی، تاریکی مطلقه. یکم چشماتو میمالی تا به خودت بیای، اما بعدش میفهمی توی تابوت گیر افتادی. چند تا وسیله همون تو برات گذاشتن، یه فندک و یه گوشی که مال تو نیست، اما میتونی با هزار بدبختی باهاش زنگ بزنی. البته اگه یادت بیاد اینجا چه کار میکنی. اگه تو جاش بودی چه کار میکردی؟ چقدر زور میزدی و امید داشتی که زنده بمونی؟ مطمئنم کلی کار میومد تو ذهنت که در گذشته انجام دادی و تو اون موقعیت همشون واسط تداعی میشدن. حالا همه این حسای برات در شرایطی داری که احساس خفگی بهت دست داده و کلافگی تمام وجودت رو گرفته، اما هیچ کاری نمیتونی بکنی. حالا تصور کن جای تنک چندین متر هم زیر خاک یک تابوته. تو تاریکی مطلق شخصی پشت هم فندک میزنه تا یکم روشنایی ببینه. بالاخره فندک روشن میشه. از ترس به خودش ترسیده و پارچه‌ای که تو دهنش رو در میاره. تنها صدایی که میاد صدای نفسهای خودشه که داره روانش میکنه. هرچی داد میزنه هیچ پاسخی نیست. تابوت به حدی تنگه که جا برای تکون خوردن نیست. هرچی سقف رو فشار میده هیچ تکونی نمیخوره. اینجاست که تازه میفهمه اوه چی داره میشه. ناامید میشه و فندک رو خاموش میکنه. تو عمق تاریکی صدای ویبره اون رو محیط رو پر میکنه. ته تابوت گوشی رو میبینه که مال خودش نیست. با پا گوشی رو میکشه و میبینه روش حروف عربی نوشته شده. متوجه سنگینی تو جیبهاش میشه. یک قوطی قرص و یک بطری مسافرتی مشروب همراهشه. گوشی به سختی آنتن میده اما بالاخره موفق میشه به شماره اضطراری 911 زنگ بزنه. بعد از چند تا بوق گوشی رو برمی‌دارن و اون خیلی سریع شرح حال میکنه و میگه من توی تابوت گیر کردم و باید کمکم کنید. نمیتونم نفس بکشم. طرف ازش اسم و موقعیتش رو میخواد و اون میگه اسمم پاوله. اصلا نمیدونم کجا این گوشی مال کیه. یارو اصلا باور نمیکنه و به پاول میگه اگه توی تابوتی واسه چجوری با من تماس گرفتی؟ پاول عصبی میشه و میگه من یه راننده کامیون آمریکایی ام و الان فقط میدونم اینجا عراقه. اونجا به ما حمله شد و به همه راننده‌ها شلیک کردن. یارو میگه تو با اوهایو آمریکا داری صحبت میکنی. اگه تو عراقی چطور ممکنه با ما تو این سر دنیا تماس بگیری؟ پاول با ناامیدی گوشی رو قطع میکنه. یه چیزی میبینه که وای شارژ گوشیش داره کم و کمتر میشه. با همسرش تماس میگیره اما اونم جواب نمیده و کل داستان رو روی پیغامگیر براش توضیح میده. ازش میخواد باهاش تماس بگیره و گوشی رو خاموش میکنه و توی تاریکی مطلق شروع میکنه به شرب خمر. بابا دهنت سرویس، تو اون موقعیت ول کن ناموزه. چند دقیقه بعد به 118 زنگ میزنه و شماره FBI شیکاگو رو میخواد. طرف شماره رو میده و پاول اون رو روی سقف مینویسه. وقتی با اون شماره تماس میگیره یه مأمور ویژه جوابش رو میده و پاول دوباره همه چیزو به اون تعریف میکنه. اون میگه که اون رو چند تا راننده دیگه داشتن یه سری وسایل آشپزخونه رو به یه مرکز تحویل میدادن. یهو چند تا بچه ماشیناشون رو با سنگ میزنن و یکم جلوتر یه بمب یکی از ماشینا رو ترکونده. بعدم یه سری آدم با اسلحه بهشون تیراندازی کردن. آخرین چیزی که یادم میاد اینه که یه تیکه سنگ به سرم زدن و یهو اینجا بیدار شدم. طرف بازم باور نمیکنه و همینطور که با بیخیالی صحبت میکنه آنتن پاول میپره و تماس قطع میشه. به سختی توی یکی از گوشه‌های تابوت سیگنال پیدا میکنه و با یه شماره دیگه تماس میگیره. بهشون میگه من راننده شما و دوباره روز از نو روزی از نو. اونم میگه به مدیرتون وصلتون میکنم تا با اون صحبت کنید. اما آقای مدیر هم جواب نمیده و دوباره گوشی روی پیغامگیر میره که یهو وسط حرفای پاول دوباره آنتن میپره. حسابی کلافه میشه و خودشو اینور اونور میکوبه که یهو یه چیزی یادش میاد. اون شماره که اون اول باهاش تماس گرفته بود و فهمیده بود که اینجا گوشی وجود داره رو کاملا فراموش کرده بود. شماره‌شو از گوشی پیدا میکنه و روی سقف مینویسه و بهش زنگ میزنه. طرفش میگه توی سرباز آمریکایی درسته؟ پاول میگه نه من فقط یه راننده کامیونم که غیر مسلحه، من از اینجا بیار بیرون. طرفم میگه 5 میلیون دلار نقد بدی حتما میارمت بیرون. پاولم میگه من همچین پولی تو زندگیم نداشتم که بخوام به تو بدم. اما میگه مشکلی نداره از سفارت بگیر. تا 9 شب بیشتر وقت نداری 5 میلیون دلار. حالا پاول موند و ناامیدی و خیره شدن به سقف. یکم بعد 4 دست و پا میشه و با کمر به سقف فشار میاره اما هیچی به هیچی. دوباره با 118 تماس میگیره و شماره دوست زنش رو میگیره و بهش زنگ میزنه. اما اونم هیچ خبری از زنش نداره. ازش شماره وزارت خارجه رو میگیره و تماس میگیره. بعد اینکه همه چی رو توضیح داد دوباره بستش میکنن به یه نفر دیگه. یه زنه جواب میده و پاول دوباره همه چی رو تعریف میکنه اما زنه میگه ما نمیتونیم با تروریست‌ها مذاکره کنیم. یه شماره دیگه بهش میده و میگه این شماره دم برنر فرمانده مقابله با گروگانگیرها در عراقه. پاول که باهاش ارتباط میگیره فرمانده بهش میگه ما از همه چی با خبریم و سعی میکنیم نجاتت بدیم. این که گوشی دانته میده یعنی خیلی جای عمیقی نیستی و ازت میخوام باتری گوشی رو حفظ کنیم چون تنها راهیه که میتونیم ردیابیت کنیم. یهو گروگانگیرها زنگ میزنن میان روی خط به پاول میگن فقط 2 ساعت وقتت مونده. پاول میگه من که با شما کاری نداشتم فقط اومدم پول درارم. طرف میگه منم تا قبل اومدن شما پول در میآوردم. پاول میگه این که تقصیر من نیست. طرف میگه حادثه 11 سپتامبر رو صدام هم تقصیر من نبود اما شما اومدین اینجا. حالا کاری که کردین خودتون جمعش کنین. یه فیلم گروگانگیری از خودت بگیر و برام بفرست. در ضمن نامه پایین پاتم بخون. راستی اگه این کارو کنی مبلغ از 5 میلیون تا 1 میلیون دلار برات کم میکنه.
بعد اینکه گوشی رو قطع میکنه تلاش میکنه تا به نامه زیر پاش برسه، اما فضا خیلی تنگه. در بدبختی شده خودش رو تو تابوت سر و ته میکنه و یه کیسه پیدا میکنه که توش یه چراغ قوه، چراغ شارژی، چاقو و یه نوشته است. شارژش داره تمام میشه و زود با فرمانده تماس میگیره و بهش میگه که گروگانگیر گفته از این وضعیتش فیلم بگیره. شماره گروگانگیرم بهشون میدم و فرمانده میگه این خیلی مسئله مهمیه، اما سیگنال تو رو اول باید پیدا کنیم که مسئله خیلی سختیه. اما درباره فیلم نه، اصلا این کارو نکن و سرگرمشون کن، چون پخش شدن این خبر تو دنیا خیلی برامون گرون تمام میشه. پاول عصبی میشه و میگه اصلا جون من براتون مهمه یا نرفتن آبروتون اولویتتونه. 9 ماه واسهتون کار کردم و اصلا اهمیتی ندارم، ولی اگر من یک سیاستمدار بودم تو چند دقیقه نجاتم میدادی. فرمانده میخواد آرومش کنه ولی پاول با عصبانیت میپرسه که کیا منو اینجا گروگان گرفتن. فرمانده میگه اونا یه عده آدم معمولی جنایتکارن که فقط پول براشون مهمه. راهی نیست که بهشون پول بدیم، وگرنه این کارو میکردیم. این اتفاق فقط واسه تو نیفتاد و ما تجربهشو داشتیم، بهم اعتماد کن. پاول میگه اسم یکیشو که نجات دادی و بهم بگو تا باورم بشه یکم واسط اهمیت داشتن و خیالم راحت شه. اونم میگه کسی به نام مارک وایت، یه دانشجوی پزشکی که اومده بود به دکتر محلی کمک کنه و اسیر این آدمو شده بود. ما نجاتش دادیم و حالش خوبه، پس اسمش یادت بمونه، مارک وایت. فرمانده میگه با شماره‌ای که بهمون دادی به نتایج خوبی رسیدیم. داریم گروگانگیر رو پیدا میکنیم و یه گروه فرستادیم سمتش. 10 دقیقه دیگه زنگ بزن. دوباره گروگانگیر بهش زنگ میزنه و با عصبانیت شدید میگه همین الان اون فیلم لعنتی رو بگیر و برام بفرست و گوشی رو قطع میکنه. پاول کم آورده و برای فرار از سردرگمی 2 تا قرص آرام بخش میخوره. وقتش داره تمام میشه، اما یهو پیام میاد که وقتی بازش میکنه عکس همکارشه که گروگان گرفته شده. بهش زنگ میزنه و التماس میکنه که کارش نداشته باشن. طرفم میگه تا 3 دقیقه دیگه وقت داری فیلمو بدی وگرنه. اونم بدو دوربین رو روشن میکنه و توضیح میده کیه و اونجا چه بلایی داره سرش میاد. فیلمو میفرسته و قرصایی که روش اثر گذاشتن باعث میشن بعد فرستادن فیلم خیالش راحت شه و خوابش ببره. یکم بعد با صدای خشخش و وول خوردن یه چیزی تو شلوارش بیدار میشه. حد میزنین بدبختی جدید پاول چیه؟ درسته، یه مار. فکر کن تو جایی که نفست داره کم میاد و جا واسه تکون خوردن هم نیست، سر کله یه مار هم پیدا شه. یواش پاشو جمع میکنه و یکم از الکل و قمقمش میریزه سمت مار و آتیش میزنه تا فراریش بده. همون لحظه پاش میخوره به گوشی که در حال زنگ خوردنه و پرت میشه اونور تابوت. مار از یه سوراخ فرار میکنه و پاول زود اون سوراخو میبنده و پاش به بطری شراب میخوره و میریزه و داره به سمت آتیش حرکت میکنه. هر لحظه ممکنه کل تابوت و چوباش و پاول با هم دود شن و چیزی جز خاکستر زیر زمین نمونه. با هر بدبختی که شده میچرخه و روی آتیش خاک میریزه تا خاموشش کنه. بعد چند تا نفس راحت موفق میشه تنظیمات گوشی و انگلیسی کنه تا بتونه شماره تماس گوشی که دستش رو پیدا کنه. دوباره به زنش زنگ میزنه و شماره‌شو توی پیغامگیر به اون میده تا باهاش تماس بگیره. نگاهش میره به سمت باتری، یه دونه بیشتر نمونده. شروع میکنه به کندن چوبای تابوت که یه فیلم براش میاد. همکارشه که به خاطر جواب ندادن پاول گروگانگیرا اونو میکشنش. فشار عصبی باعث میشه پاول بخواد خودشو بکشه اما پشیمون میشه. فرمانده زنگ میزنه و میگه چرا اون فیلم لعنتی رو ساختی؟ تا الان 47000 تا بازدید تو یوتیوب خورده و آبروی ملی در خطره. ما خیلی بهت نزدیک، خیلی. یه انفجار بزرگ رو سطح زمین صورت میگیری که باعث میشه تابوت ترک بخوره و خاک‌ها همینجوری بریزن. تو همون وضعیت مدیر شرکت باهاش تماس میگیره و بهش میگه انقدر وضعیت تو به همه نگو. پاول عصبی میشه و داد میزنه چه غلطی داریم میکنی؟ مدیر داره صداشو ضبط میکنه و یه سری اعتراف راجع به رابطه‌اش با همکارش میگیره. بهش میگه وقتی داشتیم باهات قرارداد می‌بستیم تمام قوانین تو قرارداد ذکر شده بود. همینطوره؟ بعد از تایید پاول مدیر میگه همین امروز قرارداد ما فسخ میشه و تو اخراجی، چون با همکارت روابط احساسی و جنسی داشتی که خلاف قوانین شرکت و نقض قانون کرد و گوشی رو قطع میکنه. از اینجا درس میگیریم به زنمون خیانت نکنیم چون میریم به کار. پاول وقتی میبینه باتری رو به اتمام و خاک داره تابوتو پر میکنه به فرمانده زنگ میزنه و اون بهش میگه 3 تا F16 شهر رو با خاک یکسان کردن. پاول هم میگه آره آثارش الان دارن خارم و و بعد گوشی رو قطع میکنه و شروع میکنه به فیلم وصیت. اون میگه $700 پس‌اندازمو بدیم به زنم، اما برای پسرم چیزی جز لباسام ندارم. بغض داره گلوشو خفه میکنه. اون هیچ وقت پدر و همسر خوبی نبوده، اما الان که دو مخمس هست یادش اومده که چه کار میکرده و پشیمونه. گروگانگیر دوباره زنگ میزنه و میگه انگشتتو قطع کن و فیلمشو بفرست تا اینا مجبورشن پول ما رو بدن وگرنه این دفعه زن و بچه. حالا پاول به خاطر خانواده‌اش یه تیکه پارچه تو دهنش میکنه و این کار انجام میده. تابوت کاملا داره پر میشه. فرمانده زنگ میزنه و میگه یکی از گروگانگیرا رو گرفتیم و قبول کرده اگر آزادش کنیم جاتو نشونمون بده. 3 دقیقه دیگه پیشتیم. زنش بالاخره بهش زنگ میزنه و جیغ میکشه که برگرد خونه، من دوستت دارم. پاول میگه منم دوستت دارم و باید به حرفت گوش میدادم و اینجا نمیومدم. دوباره جواب فرمانده رو که داره زنگ میزنه میده. پاول کاملا به در تابوت رسیده و همه جا رو خاک و شن پر کرده. از پشت گوشی متوجه میشه که فرمانده و نیروهاش رسیدن بالا سرش. فرمانده داره دستور میده که سریعتر بکنن، اما یهو بعد یه سکوت ترسناک میگه وای متاسفم پاول، واقعا متاسفم. کسی که ما پیداش کردیم مارک وایته. یادتون میاد مارک وایت. و در آخر پاول تو اون تابوت و زیر خربارها شن و خاک دفن میشه. قدر شرایط داشته هاتون رو بدونین شاید وقتی بفهمین که خیلی دیر باشه.